به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شمایان یک قصه کوتاهی با نام شوهر حقیقی باش نقل می نمایم. به این حکایه کوتاه را از ما یک خواهر اهل اسلام با یک مکتوب خود خواهش کردند تا اینکه یک درس حیاتی برای برادرانی در غفلت مانده یا اینکه اون شخصانی که در کارهای زنا دست میزنند یک درس عبرت باشد. الهی الله تبارک و تعالی هر اون پند و نصیحت هایی که ما میکنیم اول برای من و بعداً برای شنوندگان عمل کردن را نصیب روزی گرداند. و الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از راه خطا و از راه شیطان و از راه نابکاری و بدکرداری در پناه عفو و عصمت خود نگه دارد. و الهی رحم و شفقت، مهر و عاقبت، دوست و برادری را بین تمام مملکت ها و بین هر یک ما و شمایان مستحکم گرداند. و بعدا در یک دهه خورده یک خواهر اهل اسلام با شوهر خود زندگی میکرد و شوهر این خواهر اهل اسلام در وقت نکاح هزاران وعده و هزاران سخنها را به این خواهر اهل اسلام ما و شما وعده میدهد. لیکن بعد چند وقتی که این خواهر پسردار میشوند، بعدا شوهر اون خواهر خصلت‌های حقیقی خود را برای میبرد و شوهر این خواهر هر روز همسر خود را با دشنام‌های قبیح، با سخن‌های خطا نامگیر کرده همسر خود را دشنام میداد و این خواهر بهر رضایت الله تبارک و تعالی به همه گفته‌های شوهر خود آرام می نشست، چون این خواهر اهل اسلام 5 وقت نماز می خواند و از راه حرام همیشه در پرهیز بود. لیکن با امر تقدیر شوهر این خواهر اهل اسلام روز تا روز کارهای بعد به انجام می رساند. یعنی همیشه در حالت مزد به خانه می آمد یا اینکه به زناگری دست می زد و وقتهایی می شد که این مرد به خانه در حالت مستی آمده هم همسر و هم پسر خود را با دشنام های قبیح دشنام داده لط و کوب می کرد. و این را شنیده برادران این خواهر اهل اسلام خواستند خواهر خود را از شوهرش گیرند و به خانه خود آرند. لیکن خواهر خواهش برادران خود را رد می کند و می گوید من بهر رضایت الله تبارک و تعالی به هر یک مشکل صبر می کنم، چون الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید ان الله مع الصابرین، یعنی خداوند همیشه با بنده ای که صبر می کند. پس من هم انشاءالله به هر یک مشکل صبر خواهم کرد. لیکن خواهر نمیدانست که در پیش چه سختی مدهش او را انتظار است. یعنی روزی شوهر این خواهر اهل اسلام به خانه خود در حالت مستی با یک چند نفر فاحشه ها به خانه می آید و با آنها در خانه خود زنا می کند، در آن حالی که این خواهر اهل اسلام در یک حجره خرده با پسر خود گریه و ناله می کردن. و بعد اونه که برادران این خواهر شنیدن و از این حادثه مدهش خبردار شدن، خواهر خود را از خانه شوهری او گرفتند و به خانه خود بردند. و این است که خواهر میگوید برادر
این طول 6 ماه هست که من در خانه برادرانم و شکر الحمدلله برادرانم و همسران اونها مرا عزت و احترام میکنند و به من سخن بدی نمیگویند. لیکن دل من به فرزندم میسوزد که دور از پدر به وایم میرسد. برادران یاد قدر، یک لحظه باشد هم به خود سوال دهین و به سوی الله توبه کنین. هر یک انسان البته در حیات خود خطاگی میکند، لیکن نه اینکه ویران کنی عائله پاک خود. هر یک اون خطاگی که ما میکنیم وقتی توبه میکنیم خداوند تبارک و تعالی مهربان و رحیم است و ما همیشه از رحمت الله تبارک و تعالی امیدواریم. لیکن هر یکی شما میدانید که عائله برپا کردن این برای شما یک لباس نو خریدن نیست، چون شما خود آگاهید که برای این عائله را برپا کردن یکی در مسافر و دیگری در وطن با هزاران کار و بار مشغول بودین. پس به قدر همدیگر برسین. پس ای برادران، به حرمت خداوند به قدر عائله و به قدر همسر و به قدر فرزندان خود برسین، چون عائله برپا کردن خود میدانین چه عذاب و چه مشقت زیادی در خود دارد. به نفس دنیای و به سخنهای آن فاحشه ها و به آن زنهای نابکار معفتین و آبروی خود را و شأن و ناموس خود را در بین مردم مریزانین. و پیش از همه، پیش از آنی که شما به زنا دست میزنین، خوب اندیشه کنین که در نزد خداوند چطور جواب میدهین. ای برادر، همسر خود را برای دوستی خطاگی عادی و دشنام قبیح و لطکوب مکن. وقتی تو با همسر خود رحم و شفقت و مهر و عاقبت کردی، انشاءالله بختیاری هر دوی شما است. لیکن وقتی تو اگر به هر خطاگی همسر خود جهل و غصب کرده او را لطکوب میکنی، در خاطر دار که این به جواب نیست، چون الله تبارک و تعالی تو را همیشه میبیند و میداند که تو چیکار کرده ایستاده ای. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست، اهدنا الصراط المستقیم هدایت کند و عائله هر یک ما و شما را خوشبختی گرداند و در بین شوهر و همسر مهر و عاقبت، رحم و شفقت، محبت حقیقی و یکدیگر فهمی و آرامی به خیر را نصیب گرداند. و الهی به هر اون شوهر و همسران، یعنی که به هر اون عائله که نیت فرزند دارند، الله تبارک و تعالی به این نیت خیرشان برساند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادر شما امید رحمت. و اگر در وقتی گفتن این نقل کوتاه اگر به خطاگی راه داده باشم، از همه شما هم معذرت میخواهم و الهی الله تبارک و تعالی اون خطاگی مرا مغفرت کند. آمین یا رب العالمین.
می‌کنی